سلام به همه. امروز میخوام راجع به یه نوشیدنی باحال و دلچسب صحبت کنم که توی هر جایی و هر مکانی و هر دمایی حداقل به ما ایرانی‌ها خیلی میچسبه. بله، چای. چای یکی از محبوب ترین نوشیدنی ها توی ایرانه و تاریخچه غنی و جذاب داره. چای ابتدا از چین به دنیا معرفی شد و در قرن 17 به ایران وارد شد. در اوایل چای به عنوان یک نوشیدنی لوکس و مخصوص افراد اشرافی مصرف میشد. اما امروزه این نوشیدنی که اعتیادآورم هست در بین جوامع بشری رواج پیدا کرده. عده‌ای بر این باورن که اگه در طول روز چای صرف نکنن باعث سردرد اونها میشه و این موضوع کاملا درسته. با گذشت زمان تولید چای توی ایران آغاز شد و مناطق مختلفی مثل گیلان و مازندران به کشت و تولید چای پرداختند. دستشون درد نکنه. به تدریج چای به بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ ایرانی تبدیل شد و مراسم‌های نوشیدن چای توی خونه‌ها و مهمونی‌ها شکل گرفت. امروزه چای در ایران نه تنها به عنوان نوشیدنی بلکه به عنوان نمادی از مهمان نوازی و دوستی شناخته میشه و در کنار اصولی مثل آداب رفتار و گفتگو رو به وجود آورده. چای توی فرهنگ ایرانی جایگاه ویژه‌ای داره. اصولی مثل آداب رفتار و گفتگو رو به وجود آورده. چای توی فرهنگ ایران جایگاه ویژه‌ای داره و به دلایل مختلفی توی وعده‌های غذایی گنجونده میشه. توی خیلی از مواقع چای به عنوان نشونه‌ای از مهمون نوازی به مهمون‌ها سرو میشه و به دلیل اهمیت روابط اجتماعی توی فرهنگ ایرانی این رسم خیلی ارزشمنده. چای حاوی کافئین و آنتی اکسیدانه که میتونه کمک کنه تا افراد احساس انرژی بیشتری کنن و تمرکز بهتری داشته باشن. در واقع چای سیاه، سبز یا دیگر انواع چای‌ها طعم و عطر خاصی دارن که میتونن به غذاها و دسرها روح و مزه بیشتری ببخشن. نوشیدن چای میتونه به افراد احساس آرامش بده و فضای دلپذیری رو در کنار وعده‌های غذاییشون ایجاد کنه. این موارد باعث شده که چای به بخشی غیرقابل جدایی از زندگی روزمره و فرهنگ ایرانی تبدیل بشه. توی ایران چای به طور کلی محبوبیت بیشتری نسبت به قهوه و نسکافه و اینجور خلاصه سوسولبازی‌ها داره. چای نه تنها بخشی از فرهنگ عمیق ایرانیه بلکه توی زندگی روزمره و مراسم‌های اجتماعی نقش کلیدی ایفا می‌کنه و افراد توی خونه‌ها و مهمونی‌ها معمولاً چای رو به عنوان نوشیدنی اصلیشون انتخاب می‌کنن. البته قهوه و نسکافه هم طرفدارای خودش رو داره و به ویژه در بین جوان‌ها و در برخی کافه‌ها محبوبیت بیشتری پیدا کرده. اما به طور کلی چای به عنوان نوشیدنی سنتی و مهم توی ایران جایگاه ویژه‌ای داره. جالبه بدونید که چای ایرانی و چای‌های خارجی توی چندین جنبه تفاوت دارن. مثلا چای ایرانی عمدتاً در شمال کشور به ویژه در گیلان و مازندران کشت میشه و معمولاً چای سیاه و سبز تولید میشه. در مقابل چای‌های خارجی ممکن است کشورهای مختلفی مثل چین، هند و سریلانکا با انواع گوناگونی مثل چای سفید، اولانگ و چای دارجیلینگ وارد بشن. چای ایرانی معمولاً طعمی ملایم‌تر و طبیعی‌تر داره. چای‌های خارجی میتونن عطر و طعم‌های بیشتری داشته باشن که ناشی از نوع فراوری و محل کشت اونهاست. روش‌های فراوری چای توی ایران و کشورهای دیگه ممکنه خب تفاوت‌های زیادی داشته باشه. مثلا چای‌های خارجی ممکنه از روش‌های خاصی برای ایجاد عطر و طعم‌های ویژه استفاده کنن. چای ایرانی معمولاً غنی از آنتی اکسیدانه و میتونه خواص سلامتی خاصی داشته باشه. در ضمن چای‌های خارجی هم بسته به نوع و نحوه فراوریشون میتونن خواص منحصر به فردی برای خودشون داشته باشن. این تفاوت‌ها باعث میشه هر نوع چای تجربه خاص و متفاوت رو به ارمغان بیاره. جالبه بدونید که منطقه گیلان و مازندران در شمال ایران به عنوان دو منطقه اصلی کشت چای شناخته شدن و هر کدوم چای‌های خاص و البته ویژگی‌های منحصر به فرد خودشون رو دارن. چای‌های منطقه گیلان به خاطر عطر و طعم ملایم و دلپذیری که دارن شناخته شده هستند. چای گیلان معمولاً دارای رنگی غنی و عطر خوشبو هستش. در مقابل چای‌های مازندران هم از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند و به دلیل اقلیم مناسب دارای برگ‌های چای با طعم و عطر عالی هستند.
این منطقه هم به تولید چای سیاه و سبز مشهوره. این دو استان به عنوان اصلی ترین مناطق تولید چای توی ایران شناخته شدن و چایهای اونها به دلیل کیفیت بالا و عطر خاص مورد توجه مصرف کنندگان قرار گرفته. چای تاریخچه‌ای طولانی و غنی داره که از گذشته‌های دور تا به امروز هم ادامه داشته و اما واردات به ایران در قرن 17 چای در ایران از طریق تاجران وارد شد و در ابتدا به عنوان نوشیدنی لوکسی مصرف می‌شد. کشت چای در ایران در اوایل قرن 20 با توجه به نیاز روزافزون به چای، کشتش در ایران آغاز شد و مناطق گیلان و مازندران به عنوان مهمترین مناطق تولید چای شناخته شدند. امروز چای به بخش مهمی از فرهنگ ایرانی تبدیل شده و در مراسم‌ها و مهمانی‌ها کاملا رواج داره. همچنین انواع مختلف چای مثل چای سیاه، سبز و گیاهی در بازار موجود. امروزه چای به بخش مهمی از فرهنگ ایرانی تبدیل شده و در مراسم‌ها و مهمانی‌ها کاملا رواج داره. همچنین انواع مختلف چای مثل چای سیاه، سبز و گیاهی در بازار موجوده. چای همچنان به عنوان نماد مهمان نوازی و دوستی در فرهنگ ایرانی مورد احترام قرار داره و نوشیدنی محبوبی در تمامی سنین و مناسبت‌ها محسوب میشه.